سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. این ترفند رو ببینید. بریم توی کپکات بهتون آموزشش رو نشون بدم. بعد از اینکه ویدیوتون رو وارد کردین روش ضربه بزنین، روی گزینه روتوش بزنین از نوار ابزار پایین و بعد روی فیس بزنین. از قسمت فیس اول میتونین نورش کم و زیاد یا تنظیم کنین و از قسمت میکاپ میتونین بهشون میکاپ های آماده بدین و از اون گزینه های بالایی که براتون آورده میتونین خودتون مراحل میکاپش رو طی کنین. یعنی خودتون براش روژ بزنین، سایه، خط چشم یا حتی مدل ابروی مختلف بدین. در آخرم حتما با کیفیت بالا ازش خروجی بگیرین و توی کپکات بمونین تا کامل خروجی بگیره. هر سوالی داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین. ویدیوهای رایگان بیشتر براتون داخل چنل میذارم.